با این تعریفی که دارن جریان روشنفکری ازش ارائه میدن، اموری که در دهه 60 میتونسته محور همبستگی باشه و انسجام تولید بکنه امروز نمیتوانه. نه نظام سیاسی نه دین دیگه امر فراگیر نیستن، یعنی جامعه حول اونها بسیج نمیشه. لذا بگید مطلق ایران، نگید ایران اسلامی. اسلام خودش یه خصوصیت تمایز بخش میشه، یه شکاف تولید میکنه در جامعه. میگن عمدتاً حول محور خود ایران، لذا نمیگن جنگ حق علیه باطل. شما نشدیدید دفاع مقدس، نه، دفاع عرفی، دفاع میهنی، دفاع خاکی، دفاع خیلی جالبه. یعنی جنگی که نیروهایی درش درگیر بودن که همه قائل به ایدئولوژی مقاومت بودن و جز لایه جدی گفتمان انقلابی بودن و اینها پیروزی رو رقم زدن. بعد جریان لیبرال تکنوکرات در ایران کلیت جنگ مصادره مطلوب میکنن و اصلا روح دینی رو ازش میزداین. شما دیدید دولت بیانیه داد، حتی لفظ اسلام و خدا درش نبود، شاید تو بسم اللهش بوده، اصلا نبود. یه عده از دوستان ما بیانیه مشترکی با جمعی از این آقایون روزنگشایان روشنفکر اصلاح طلب دادن، کمترین اثری درش از هویت دینی. نظام سیاسی و انقلاب که هیچ، اون اصلا خودش متهمه. یعنی ما اگه علیهش نشوریدیم و نجابت به خرج دادیم در دوره جنگ، اون حالا این فضل ما بوده، ولی حتی به هویت دینی هم اشاره نمی‌کنن. یعنی آرمان زدایی، ایدئولوژی زدایی، هویت زدایی. میگن اگر بخواد انسجام تحقق پیدا بکنه، باید تمام شکاف‌های قبلی رو کنار بذارید، اسلامگرا، ملیگرا، نمیدونم دینی، غیر دینی و چیزهای مختلف و اینها. کاری که جریان اصلاح طلب در دهه 70 با مطبوعاتش نتونست انجام بده، الان با اصحاب رسانش این مولود چه علتیه؟ دولت هاشمی رفسنجانی که شروع شد، خب طبیعیه دیگه، اشرافیگری و استقلال نیروهای تکنوکرات و طبقه نوکیسه در درون نظام سیاسی به وجود آوردن. خب این قطعاً ایمان سوزه، فضیلت سوزه. آقای حجاریان یه نکته جالبی میگه بعد از سال 68 3 تا طرح موازی نه همزمان شروع شد. ایشون میگه 3 تا برنامه رو آغاز کردن. یک برنامه تعدیل اقتصادی و همون اقتصاد آغاز که هاشمی شروع کرد و بعد 73 74 شورش‌های شهری شروع شد و شکاف طبقاتی آغاز شد. من معتقدم سیاست‌های فرهنگی آقای میرحسین موسوی ضربه جدی زد. یعنی کاری که چپ مذهبی در دهه 60 انجام داد، مخمل باف و خاتمی و زهرا رهنورد، اینها چه کردن با مثلا سینمای قبل از انقلاب و آدم‌هاشون و فیلم برزخی‌ها و اینها، رفتارهای به شدت نامعقول، ناموجه. و در مورد حجاب هم میدونید اینها طلایه دار بودن و امام نسبت به تحرکات غلط خیابانی اینها هشدار میداد. خب اینا دهه 60 رو از نظر فرهنگی کدر کردن.